خیلی بایز کاسکه دوستان عزیز با شما توصیه می‌کنیم که رنگ ما از خانه نبرآمده با واتساپ اویکاس شاهنوزا زنگ بزنید بلیط‌های ارزان و باوریناک است ما میدونید که آقا ما این خیلی ما آقا ما این خودم انچه نیستم خودم میفهمم که آقا یک خیلی برو اومده پیشم آقا یک پریوم ما آقا یک پریوم ما اولی خیلی زدم فهمیدی خیلی زدم آقا چه وای من میکنه مشکل شما از کو نفهمیدید آقا ما کیم نمیدونی شما ما کیم فهمیدی مردک بوره کو ما اول ما فیتنس ماش میکردم آقا فیتنس میدونی چه واو ماش گوشتین آقا مردک بوره هر ساعت السلام علیکم آقا لازم سوزه تینجه سلام آقا ایره میدونی کیا سلام علیکم این آقای ساده این ساده عرب شو میگن یونه اکو حاج نیگور سلام علیکم نازک یا لاش آقا شما چی نام داشتین ما آقا ما دلشاد نام دارم آقا ایا کم چی این آقا قربان نام داره ایش اسفندیار قربان این نامای تاجیکی مونده آقا سلامت این نامش تام بودیش جری همین گرفته تاجیک کرده نه اسفندیار قربان آقا این ما هر روز در تلویزیون میبینم آقا ساده میبینم هر روز کیف میگیرم زور بازی میکنه آقا آقا میدونی چی گاباینی خمون یا 10 سومون نمیتی آقا 10 سومون او یا 10 سومون 10 شو 1 سومون 2 سومون 10 سومون خیلی آقا در کارش ده آقا خطان آقا شما آدمی پول داره شما اکتیورا بسیار پول داره که آقا یه سلامت باشه این 10 سومون گوش که دادن لبای وی 10 سومون چیکار میکنی 10 سومون آقا این 10 سومون میگیرم آقا همش میرم زواشکا میخرم یا بچه کلون عیب نمیدونی زواشکا میگیری این آقا زواشکا میدونی بچه که میکنم زواشکا رو همش میفروشم آقا همش میفروشم مثال یاسمی دسمی گیرسم کو پانسمی دهسمی میفروشم بو میرم همش آقا همه پولم دا میرم با آقا پوفاک میخرم آقا پوفاک او چه میکنی پوفاکا اینا پوفاک اگر 50 درهمی یاسمی خریدم آقا بو میرم با پانسمی دهسمی بیسمی میمونم آقا بولوش نمیمونم آقا بیزنس میکنم با میرم بیسمی سیسمی میفروشم آقا فهمیدی آقا پوفاکا که فروختم میرم همش آقا چوپا چوپس میارم آقا بلوک چوپا چوپس میارم آقا ها چوپا چوپس همش فروختم کو آقا با یک کافه میکشم کافه میکشم آقا جوی شاورما پاورما خودو استول میمونه میسوسی میکنه فهمیدی های آدمو میاد میشینم آقا با دوم میسازم آقا دوم سس کشیدم آقا با میرم ای خارجا ماشینای لوکس میارم آقا ماشین فاسون میارم آقا بیزنسمن میشم بیزنسمن زور شدم اینمی دکاسه کو آقا اخرانه میگیرم اخرانه میشه فهمیدی اخران باش شما دا اولی جدا میکنم فهمیدی آقا اخرانه میشه انا با جورا میگردم آقا و با همین 10 سومون ختی بیزنسمن کلون میشی او ایستایرا این بیزنس مخما میکنم ایرابی با اقلان تلفنش برداره که من یه مایده دلم قرار بگیرم گوداگ میروم ما همین روز اول این مردک گفتم که مردک جون ای همه خصلتی بد میدیدگی من همین مردکی که شاو میگرده این گپا ایجا زد برو اومد رفت با این شاو این نمی اومده خونه با این شاوگردی را یاد گرفته بوده از بیت خونه بیا من تماشا کتره چکو میکنم مشکوکت میکنم تره فهمیدی قطعی ما ولی صابونی ما قطعی ولی تو جمعه نشده تو مرا خپاک دیدی خیلی کلکی مگم از بیت خونه بیا ایرا 20 ساعت خیلی مالی تو رفتی شاو گشتی شاو اینا رفتی گشتی ساعت 7 سحر شده تو نمیخیزی خونه بیایی نمیگی که زن دارم دم خونه نینیک دارم دم خونه فکری مرا نکردی تو فکری همین نینیک من نمیکنی از بیت بیا از بیت خونه اومد انا که تو تیاری تبین السلام علیکم خیلی با گفتم عروسی نبی به تک تک مدرویم که یکم دیم روزای
ما شما شادک جا بودی ما شما دا چی واردم؟ نه شیرینی واردم 6 تومان و 40 درهم. عروسی. من 6 تومان و 40 درهم؟ برای شما واردم. تخ بیرون نکنه ما. دین سحر بیرون کرده خورم رحمت. اینی رو بگی. بیرون؟ میخریم. آزی ما شیرینیت ای سرد مونا 6 تومان و 40 درهم بود. آزی دادرنی سا کورکا کالای خطا بیرون میکنه. دک جا بودی شاد. شاد دک جا بودی. شیرینیت ای سرد مونا انا که شیرینیت خودت بگی بود. بخو فهمیدی؟ بخو مطرح نگفتم که ما همه فعلی اشون بدیده من مرده که شاوگردن اما تو بفهمی که واه مردک ای مردک جون ای مرا بی ای مرا ببخشه مرا یادم برو آمده که تو امشب سمه نده بودی